راستیتش زرق و برق و ظواهر فریب دهنده غرب بود که منو جذب خودش کرده بود. من از اینکه رفتم اونور زود وارد دانشگاه شدم. خیلی زود بهم کار دادن و حقوق عالی و مسکن خوب و بیمه عالی، اما همش فریب بود. من اولش فکر میکردم دارم بهمون اهمیت میدم، اما بعدش فهمیدم همه اینا حقه استعماری بوده که ما بیشتر کار کنیم، بیشتر پول در بیاریم تا بیشتر بتونیم خوش بگذرونیم. بیممون هم طوری بود که مریض میشدیم سری میبردنمون مریض خونه و به صورت رایگان یک کادر مجرب پزشکی درمونمون میکرد که زودتر باز خوب بشیم و بیایم خوش بگذرونیم تا بیشتر تو فرهنگشون منحط بشیم. قیمتو هم که اصلا بالا نمیرفت که آدم فشار بیاد. به خاطر همون برنامه منحرف خوشحالی و راحتی و رفاه و ادامه میدادیم. بازنشستگیشون هم شرایطش انقدر فوق‌العاده بود که تو دوران پیری هم به خودت نمیومدی. تا آخر عمرت تو همون منجلاب رفاه و آسایش باقی میموندی. اینا همش یه سرابه، یه سراب که به واقعیت میپیونده. گول این سرابو نخورن.